و ثنای اهل واحد غفار و با کسب اجازه ز نبی احمد مختار و فضل و مدد حیدر کرار و با کسب اجازه از جمع گذار همه صاحب سخنان، صاحب کسوت‌ها، صاحب منما کنون هست مرا عزم سخن گفتن ز اوصاف یکی ما. چو آدم ز خدا در بدنش روح، چو ایوب به صحرای بلا صابر و نصروح، به دریادلی نوح به یوسف به خدا طعنه زده روی جمالش، خط و خالش دمش معجز عیسی، رخش جذبه موسی، گدایان درش اهل خرابات مقام و حرم و دیر و کلیسا، گل گلشن ولایت مه موج العطاری که وسیله نجاتی و صحیفه وجودی و خلیفه رسولی، همه خلعت و علایی، همه رفعت و بلایی که علی مرتضایی. علی شیر خدا، نور خدا، کامل وفا، مرشد مولای عزیز عرفا، مشعل راه علما، سرشکن قلعه گشا، یار فرستاده محبوب خداوند. علی شیر خدا، صبح پیامبر، علی آن ساقی کوثر، ولی الله غضنفر، در دیهیم هدایت، شه اقلیم ولایت، مه افلاک کمال، اختر اقبال و جلال، آنکه محیط کرم و پادشه محترم و مولدشان در حرم و سید سالار امم، امیری که ز آزادگی و پاکی و پرهیز و وفاداری و دینداری و فرزانگی و قدرت و مردانگی و عشق شهیر است. خورشید جهان سخن و فضل و کمال و هنر و پاکی و بیباکی و آزادگی و مظهر تقوا و ادب، مرد عطا، مرد سخا، لشکر شکن، خیبرگشا، انیس عاشقان، پناه بیکسان، امیر مؤمنان، غالب کل غالب، طالب کل مطالب، آقا جانم علی بن ابی طالب را سلامت. بفرمایید. داداشی کنم همه جمله‌های دعا رو کرد. سلامتی خودش، خانواده محترمش، سلامتی همراهاش که دیگه منتظرش دعا نکنیم. هر کی منتظر آقا امام زمین قیام کنه و صلوات بفرسته.